باید خلق سویتی، ملت سویتی نام خدای فراموش کنه. اولین گزیت بیزباژنیک یعنی به معنی به خدا رو نشر کرد. اما در تاجیکستان باشد اولین کنگره به خدا سال 1939 ماه سپتامبر تشکیل شد. 5 میلیون فقط چه جمعیت دوستان بیزباژنیک اعضا داشت. اتحاد به خدا رو نام گرفت. سال 1925 اتفاق به خدایان مبارز SSR تشکیل شد که اون زمان تاجیکستان در هیئت ازبکستان جمهوری مختار بود. باید که در هر یک چایخانه، در هر یک رایون دهات، در جای جمعیتی هست گوشه اتئیست توک شده شود. اینا به خدا شدن، چی اینا چای خودش نه خدا زده است، نه اون بالای بد گرفتار شدن، هیچ کم نیست. تو میگن که اولی مفتی باباخان همه آدم مثلا اعلان جهاد میکنه ضد هیتلر. استاد معامله کمونیستان با دین چه خیل بود؟ یعنی به شکل عمومی معاملهش خیلی بد بود. یعنی نسبت دین خیلی تودگرایانه نظر داشتن اونها. لیکن ببینید اونا البته یعنی در وقت مرحله دولت سازیشون بدین کار نداشتن، چون که به جنگ داخلی هاشون مشغول بودن، دو این طرف سرخا بودن، اون طرف سفیدا بودن، دو دیگر نتونستن مشغول شن به این چیز. وقتی که دولتشون به قوت کردن دیگه شروع کردن به فشار آوردن بدین. لیکن با وجود میبینیم که از سال اگر دولت سال 17 شروع شده باشد تا 22 مثلا جنگ داخلیشون از 22 تا 29 بیشتر قانون‌های میبردن که محدود میکرد، یعنی که فعالیت دیندارها را، چی نصرانی باشن، چی مسلمان، چی یهودی، با اون دینا همش یک بود. برون همه دین‌ها افیون خلق حساب میشد. مرحله دومش بسیار مرحله وزن است. گفتن که باید این دین‌ها ریشه‌کن کرده شود. اونها میدونید چی، یعنی که همون مفهومی که در آیات اومده است گفته است که لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تقریبا همون تطبیق می‌کردن. میگفتن که هیچ امکان نداره که در انسان دو عقیده در یک دل جا شود، یا این طرف یا این طرف. برای میگن که یک عباره است، یک اصطلاحی سزار پاپیسم است در چیز سیاسی. میگن که این معناش چی است؟ معناش که دولت خودش دین است. این خیلی گفتن که دولت نه به چشم دولت نگاه کنه شود، بلکه همشون دین نگاه کنه. یعنی تصور کنه یه ملت مسلمان بودن مثلا اون بودن، از اونا مثلا خواستن انسان سویتی سازن. سویت که نرادم خیلی اصطلاح بود. خیلی ما مثلا من گفتم که اینو هر چی مثلا اینو الटरनेटिव ساختن، مثلا برای چی دولت در چشم دین نگاه میکنن. ما عباره ملت ابراهیم داره، اینا اومدن چیکتن ملت سویتی، همه خیلی ساختن. یعنی که برای پیاده کردن همه قایه‌هاشون خیلی مثلا با تندروی شروع کردن. این بولشویک‌ها انسانی نبودن که شبهه افکنی کنن، چه خیلی بعضی شاونیست‌ها امروز میکنند این کارو در ما. اینا اومدن دیگه به چی بوقی کردن دین دارو در جاش مثلا چی میکنن. خب استاد، آنها چه خیل راه‌ها را برای مردم را از این دور کردن استفاده میکردند؟ آیا درست است که گزیت بیزباژنیک بود؟ ببینید برادر، برای اینا ببینید وقتی که اونها مثلا صاحب دولت شدن تمام راه وسیله خودشون استفاده کردن. البته رسانه از همه چیز مهم بود. رسانه که چیزی مهم بود، مردم فکرش چه خیلی میخواستن خیلی تغییر میدادن با رسانه. خب مثلا بین گزیت پراود داشتن که پراود این حقیقت است که از حقیقت اون بوی دارم مثلا. یعنی نام‌های جذاب بود، نام‌های جالب بود، لیکن در محتوا دیگه محتوای خراب بود. اون چیزی که میخواستن همون رو برای مردم میدادن. 21 دکتر سال 1922 جنایتکارا اولین گزیت بیزباژنیک یعنی به معنی به خدا رو نشر کردن که از سال 1922 تا 1941 دوام یافت. یعنی تقریبا 19 سال میشودن دوام داشت. یعنی که اولین نمایش هم میبینه که میگه که ریلیگ اوپیوم دل ناراده، یعنی که دین این چی است، افیون خلق است و مردم چی میکنن دو ببینه. اینا با این اکتفا نکردن. اینا مثلا اتحادیه ها تشکیلات ها تشکیل کردن که همش چی است، ضد خدایی است، به خدایی است. نقشه گذاشتن. ببینید گفتن که یکم می سال 1937 باید خلق سویتی، ملت سویتی نام خدای فراموش کند. روس باشد باگ فراموش کند، یهودی باشد یهوه فراموش کند، تاجیک و ازبک و مسلمان باشه باید خدای و الله خودشون فراموش کند. همه خیلی نقشه کشیدن که ما هم خیلی کار میکنیم که تا سال 37 همینه که ببینید در دام 15 سال باید که نام خدا از ذهن مردم، از مغز مردم زدوده شود. و یمکرون و یمکر الله. ببینید نقشه گذاشتن که باید تا سال 1933 تمام مسجدها، کلیساها و سینگوگا بسته شود. خب 6 می سال 1937 بعد اون که اینو بدید چند سال کار کردن؟ 15 سال. 6 می اومدن وقتی عمر گذروندن میگه که از 30 میلیون اهالی 84% میگه که ما دیندار هستیم. یعنی ببینید یعنی که 20 سال گذشته از دولت سویتی، از سال 17 مثلا تا 37 فعالیت این گزیتی بیزباژنیک مثلا 15 سال گذشته است، لیکن مردم حالا 84% چی است؟ دیندار است.
خود در کلیه باشد، نصرانی باشه، یهودی باشه، مسلمان فرق نداره. لیکن مهم است که همون فقط 15% اون کی بودن؟ اونایی که کار میکردن، اونایی که معاش میگرفتن، اونایی که چی بودن. ببینید از 60 میلیون 68 میلیون آدم 68 میلیون آدم معلومات دار، از 68 میلیون معلومات دار وقتی پرسیدن اون گفتن که 45%شون گفتن که ما دیندار هستیم، یعنی که نیمش قریب گفت که ما دیندار هستیم، معلومات عالی دارد، مثلا ممکن دکتر است، پروفسور است، گفتن که ما دیندار هستیم. یعنی اونا تقریبا میتونم گفت که موفق نشدن. اونا فقط به همین گزیت اکتفا نکردن، تا تو مجله هم برآوردن به نام بیزبوژنیک. این سال 23 برآمد. یعنی که اصلا ساله که بین خود یک سال است، لیکن دکبر بود، این ینوری 23 برآمد، یعنی که بینشون تقریبا 20 روز 21 روز فرق است. خب محرر اساسی ببینید اینجا دقت که محررش امیلیان یاراسلاوسکی است، لیکن نام اصلیش مینی اسرائیلویچ گوبرمن. یه شخصی یهودی بود، یهودی کمونیست بود، از عائله یهودی ارتدوکسا بود. در نتیجه اون که این در همون اوکراین زندگی میکرد و نمیتونست که چی عائله ارتدوکسی بود، در اون خدمت حربی ممکن است امروز میبینه در اسرائیل مثلا اینا رو چند در زمین اشغالی اونا رو پیگیری بکنن، چون اونا نمیخوان خدمت کنن در ارمیه، از اوش دیگه است. اون زمان وقتی پدر این خدمت نمیکند، پدرش به درگاه میکنن به طرف زبایکال روسیه. سال 1924 ماه آگوست جمعیت دوستان گزیت بیزبوژنیک تشکیل میشه. ببینید چه رفته سازینه بزینه. اول خود گزیت تشکیل کردن، بعد مجله برآمد، بعد دوستان چی همین گزیت برآمد. همین برای چی در ذهن مردم همین چیز جو کردن. خب سال 31 اعضای اون ببینید، اعضای اون به گفته بعد تاریخ اون 5 میلیون آدم که اون زمان سوئیتی تقریبا 100 و چند میلیون اهالی داشت. 5 میلیون فقط چیم جمعیت دوستان بیزبوژنیک اعضا داشت. این یعنی که یک عددی که مثلا نیمی تاجیکستان گیم، عددی کم نیست. یعنی که بعد ببینید در اولین کنگره یا انجمنش، یعنی پیش خود مقصد گذاشت که یک تشکیلات عمومی شوروی ضد دینی سازن که بعدتر با این با چه باشد بالا رفت، اتحاد بیخداها رو نام گرفت. همین دوستداران گزیت بیزبوژنیک چی شد؟ اتحادیه شده، نام اتحاد بیخداها رو به خود میگیره. یعنی به همین شکل اونا خودشون ترقیم میکنن. ببینید بعد در همین سال گزیت علمی آنتی ریلیگیوزنیک تشکیل شد. یعنی که ضد دین است یا ضد دیندارا هست که هر ماه چاپ میشد. سال 31 همین گزیت بیزبوژنیک به 5 میلیون میرسه تیراژش، چاپش 5 میلیون. مجلهش باشد 200,000 میشه. ما گفتیم هم مجله بود هم گزیت بود. سال 1925 اتفاق به خدایان مبارز SSR تشکیل شد. این اگر روسی خانم خیلی کلمه وای از وزنین است، میگه که سایوز воинственных безбожников، یعنی که اتفاق به خدایان تندرو، به خدایان متشدد، به همین شکل همین چیز تشکیل شده است. استاد این همه گزیت و مجله ها در منطقه های مسلمانشین چی تأثیر داشت؟ ببینید البته ما از مرکز خیلی دور بودیم، مثلا تاجیکستان و ازبکستان. اون وقت مثلا بدونیم که سال 1924 تاجیکستان و ازبکستان یک دولت بود. تاجیکستان در هیئت ازبکستان جمهوری مختار بود. سال 29 بعد تاجیکستان جمهوری چی شد؟ سوسیالیستی سوئیتی شد، بعد جمهوری مستقل شد که از ازبکستان. خب اون زمان بسیار چیز ما میتونیم که از تاشکند بهاتی. ببینید اونجا سال 22 تشکیل شده باشد در تاشکند، یعنی که اولین کنگره به خدایان ازبکستان که اون زمان تاجیکستان هم در هیئت ازبکستان چون جمهوری مختار بود، سال 1925 تشکیل میشه. یعنی که 3 سال دیرتر. و میخواستن که یعنی که چخیلی گفتیم انسانی سوئیتی سازن. قسماً موفق شدن. ساختن یعنی که انسانای بی فکر بی اندیشه انسان سوئیتی شدن. ارزش فرهنگیش، ارزش ملیش، از همه چی مثلا دست کشید. چی؟ خودش انسان سوئیتی اعلام کرد. البته نمیبینم بیشتر برای وظیفه بود. اون زمان مثلا زندگی هم که مشکل بود، اونها میرفتن با یعنی که آغوش این مثلا سوئیتا برای خاطر فقط چه زندگی خوب گذروندن، چون که برای اونها امتیاز هم داده میشد. خب ببینید یعنی که بوجدیم ببینید تقریبا ما 140 سال است که زیر همون سلطه چی بودیم، 140 سال زیر سلطه همین قرار داشتیم. از زمان همون میگیم که الکساندر دو وقتی که اینجا آسیامون ضبط کرد، بعد کمونیستان بودن استیلا کردن،
مسلمان‌ها هیچ سلاح نداشتن تقریبا، یعنی که با بیل و کلام برام دادن. تا بعضی احمدی دانش نقل میکنه که مردم با بیل و کلام برام جنگ کردن. لیکن چرا از مسلمان میترسن؟ برای اینکه مسلمان از مرگ نمیترسد. مرگ یک چی میگه؟ یک انتقال از حیات به حیات دیگر است، از این مرحله به مرحله دیگر است. یعنی از این دنیایی که پرغم و پرغصه و پر از پرابلم و مشکلات به سوی سازنده خودش، به سوی آفریدگار خودش میرود. یعنی تصورات مسلمان از مرگ همین است. بنابراین اینا اینقدر از مسلمانان میترسند، از همین عقیده که مثلا برای مسلمان مرگ هیچی است. یعنی برای اونها تمام دیگه، دنیا تمام شد دیگه. لیکن مسلمان بود که من اینا لله و اینا الیه راجعون، همه ما بازگشتیم به سوی خدا است، ما از خاک شدیم به خاک میریم. این عباره هستین. بعد سال 1929 در تاشکند خب موزه ضد دینی تشکیل شد. خیلی اینه که تقریبا همین موزه دینی در تمام همون ازبکستان، هیئت ازبکستان هم وقت گفتن که باید که در هر یک چایخانه، در هر یک همون رایون و دیهات، هر جای جمعیتی هست، گوشه اتئیست تاک شده شود، گوشه بی خداها. اونجا مثلا میدونه گوشه یعنی که مقاله اونها است میشد، عکسای کاریکاتوری میشد، فلان باشه، بسم الله. اون رو می‌نویسن برای خاطر مسخره کردن آدمی با خدا باور. اون خدا باور رو چقدر با همین شکل شکنجه میکنن. شاید مسلمانای نمازخوان میرفتن بهش رو میدیدن که هیچ کار کرد نمیتونست. یعنی که همین نمود جنایت رو چیکردن. بعد اتفاق به خدایان مبارز سال 28 تشکیل صادر کرد. سال 1939 باشد گزیته به خدا چاپ شد. اما در تاجیکستان باشد اولین کنگره به خدا سال 1939 ماه سپتامبر تشکیل شد. اعضاش 82 نفر بودن که 20 نفرش زن. من یک کتاب اینجا چی کردم، نقل عکسش هم میارم اینجا. مثلا میگه که Первый республиканский съезд Союза воинственнейших безбожников. 11 сентября 1939 года, город Душанбе, открылся первый съезд Союза воинственных безбожников Таджикистана СВБ. یعنی که کوتاه СВБ میگفتن، СВБ Союз воинствующих безбожников. Из района республики на съезд прибыло 82 делегата, из них 20 женщин. اونم مثلا نقش زن چی است در مثلا تربیت فرزند. بنابراین میبینید تقریبا 25% اون دلیگات نماینده از کیا بودن؟ از زن ها بودن. انا کو ببین هدفش چی میگه؟ это была массовая общественная организация, которая вела активную борьбу против религии. مقصد اساس چی بود؟ ضد دین بود. یعنی که همین چیزا رو کردن، لیکن نتیجه چی شد؟ هیچ. کجا شدن اونها؟ اون تیراژهای میلیونی که داشتن کجا شد؟ تا همین درجه اینو خود برفتن که در همون زمان مغازه‌های به نام بیزبوجنیک هم ماده شد در مسکو، در پترزبورگ. کتاب فروشی‌های بیزبوجنیک، یعنی که با یک مد درام دادن که بی خدایی اون زمان یک مد داشته بود برای مردم، یا مد شده بود گفته حاضره. خب ببینید به این درجه بالا مغز مردم کار میکنن که گازیت عکس اویله‌های بی خدا رو چاپ میکردن. مثلا ببینید اینجا میگه از عکس ببینید، میگه که ناشی بیزبوجنیک. با اینجا آورده است یک اویله نشسته از زن و شوهر و اونجا با مثلا دخترای کلانیش و بچه‌های خردیش. سیمیا بیزبوجنیکا توارش استوپنیکова в квартире за чаем. سیمیا ودان دیده بیزبوجنیک، یعنی که ببینید اینجا یعنی که گفتن که دیدید مردم اویله اینکه از خدا دور شدن دارن میخواد. این یعنی مردم رو بیرو کردن بود، یعنی که شرم شکنان بود به توجیک. شرم اونها رو میشکوندن، میگفتن اینو ببین اینا بی خدا شدن، هیچ نشدن، اینا چای خوردن، نه خدا زده است، نه یگون بلای بد گرفتار شدن، هیچ کم نیست. یعنی که همین چه میخوان ترغیب کنن. در نتیجه ببینید این عقیده چونون مثلا یعنی که پیامدهای خودش داد. از جمله پیامدش این است که عقد نکاح شرعی بیکار شده، عقد نکاح سرخ پیدا شد. این در جای ما الحمدلله نشده است، فقط در طرف روسیه شد. چیکار کردن اونا میرفتن پیشتر در کلیسا یا سرکف نکاح میکردن، تمام بیکار شد و چیز میرفتن همون عقد نکاح میکردن دیگه، به همین خلاص. دو کس میرفتن گویا که ورقه میگفتن که ما زن و شوهر هستیم، تمام. نه عقد نکاح شرعی تمام جای خودش گم کرد. روسا مثلا کودکاش یعنی روسانه و نصرانی تعمید دارن، ببرن در این آب میاندازن به همون اینکه اعلان همون چیزا مثلا انسان بیکار شد در نتیجه اینه که بس به اعتقادشون گذاشتن. لیکن تدبیر الهی این دیر دوام نکرد. همه هجوم به خداها با مثال دین عموما به شکل چه دین نصرانی چه یهودی دیر دوام نکرد. چون که وقتی که همین جنگ شد و نمیسا هجوم کردن، آلمان هجوم کرد،
سال یعنی که 3 ایولی 41 استالین برآمد یکم برآمدش، یعنی که بعد تقریبا 12 روزی جنگ یا 11 روزی جنگ برآمد کرد. 22 باشد جنگ سرش باشد، 30 باشد، یعنی که 11 روزی جنگ برآمد کرد. ببین استالین فقط کلمه توارش میگفت. وقتی جنگ شروع شد کلمه براتیا і сестри استفاده بود، برادران و خواهران. یعنی که توارش این اصطلاح خاصی کمونیستا بود. من گفتم که اول که اونا می‌خواستن به همون عباره‌های دینی آنالوگ سازن، هم تو، یعنی که به جای برادر کلمه توارش بود. الان اینجا اینا وقتی این چیز کار فرمود استالین خودش معناش این بود که یعنی که دیگه ما نه اینجا کمونیست است و نه دین و نه بیدین، همه ما یک هستیم، همه ما برادر و خواهر هستیم. در همون سال خودش دیگه فعالیت این نه بیزبوجدینگ موند و نه مجله بیزبوجدینگ موند و نه گازتی بیزبوجدینگ موند، نه اتحادی بیزبوجدینگ، همگی دیگه به فراموشی رفت. که دیگر این فرمان دهانی شد که تمام بس کنید، نه نامعقولتونه، مردم باید چی شون، یعنی که باید که هماهنگ شون، یک جای شون و ضد دشمن خارجی جنگ کنن. ولی شما که مبارزه ضد دینی بره، از این چیز شاید که هیتلر استفاده میبره. بعد استالین هم دیگه مجبور شد سال 1943 پاتریارخات روسیه تشکیل کنه. پاتریارخات از نو زنده کرد چون که بیکار کار بود. سال 24 مفتیات آسیای میانه هم تشکیل کردن سال 1943 برابر با همین، یعنی که هم از این طرف خریستیان‌های زیر دست گرفتند و اونها هم چیکارن، یعنی که هم کلیسا هم در خدمت چی شد استالین شد. این طرف مثلا مفتیات آسیای میانه هم گرفتن، اینم با فایده خودشون استفاده بردن. تو میگن که اولی مفتیش مفتی باباخان ایشون باباخان تئورم چی میگن نمیشه، همه آدم مثلا اعلان جهاد میکنه ضد هیتلر. این مثلا بوجدن که با این چیز مثلا کمونیست‌ها سخت ضد بودن، لیکن برای خودشون که فایده سیاسی اونها بود و مردم آسیا میانه شد که وقتی این فتوا رو میشنن که به جنگ دیگه چی از پیش خودشون میرفتن، یکی اونها رو ابلاغ نمیکردن، مجبور نمیبردن و داوطلبانه میرفتن. این به فایده اونها بود، بنابراین کاردار نشدن به همین چیز و از این چیز دیگه استفاده بردن. لیکن رسما گیریم همین اتفاق به خدایان مبارز سیوز دیگر اون چوی بیزبوجنگی سال 1947 رسما از کار موند. لیکن عملا سال 41 بعد جنگ تمام کارو بس کردن، رسما دیگه اینو چاکردن سال 47 از کار موند. دیگه درک کردن که به این چیز مبارز بودن کار نداره، فقط فعالیت دین دیگه محدود کردن موندن. مثلا گاه بعضی جا نماز چی بود، جمعه خانه بود، مسجدی که هم چرکو هم کار میکرد، گاه بعضی جا سینگاگو بود، لیکن خیلی محدود بود. نمیگذاشتن که در افکار عام اینکه تاثیر رسوند.